على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن على خصلت مؤمن. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. رسول الله علیه السلام می فرمایند: آن که به الله و روز قیامت ایمان دارد یا خوب سخن بگوید یا ساکت باشد. آن که به الله و روز قیامت ایمان دارد همسایه اش را اذیت نکند. آن که به الله و روز قیامت ایمان دارد مهمانش را گرامی بدارد. پس ای برادر و خواهر عزیزم، آیا این سه خصلت در تو هست؟ آیا تو فقط سخن خوب میگویی یا که ساکت میشوی؟ این خیلی درس بزرگ است. سخن خوب گفتن یا ساکت شدن. امروز بسیاری برادران از هوا و هوس خود آن سخنهایی را میگویند و می نویسند در این شبکه‌های اینترنتی که این سخنها گناه هستند و این با گفتن این سخنها آنها گناه میگیرند و چی را که دانند نمیدانند میگویند. برادری عزیزم، به قولها به سخنهای خود نگر که آنها اساس دارند یا از هوا و هوسند. چون از هوا و هوس باشند بدان که روز قیامت به همه این سخنهای گفته‌ات جواب میدهی. آیا تو همسایت را اذیت نمیدهی؟ آیا تو به مهمانت اکرام میکنی؟ آیا این خصلت ها در تو هست؟ اگر این خصلت ها در تو باشد بگو الحمدلله و اگر نباشد پس حرکت بکن تا این خصلت ها در وجود تو پیدا شوند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.